دافیه. علی سلام، خواستگار چی شد؟ گفتن نه. یعنی بعد 5 ماهم که رفتین هنوزم گفتن نه؟ کاکا هر سری که میریم میگن نه. حال تو چرا اینجا ریلکس نشستی؟ کاکا خود چیکار کنم بگن نه، من خود دارم میکنم. دختر بودن یعنی وسط فیلم مورد علاقت پاشی بری چای بریزی بیای. پسر بودن یعنی وسط فیلم مورد علاقت فیلتر شکنت قطع شه. به کافه خونه شما خوش اومدید. چی میل داری؟ بی زحمت یه لیوان آب مسترد بیارید. برای منم یه لیوان آب جوش لطفا. آب جوش؟ مگه آدم شدی؟ نه بابا آدم چیه، من نفتون دارم. آجی این اوله جان جد. سلام خانم دکتر. سلام، بفرمایید مشکلتون چیه؟ خانم دکتر گلاب به روتون روم به دیوار. من یه ذره گشاد شدم. میتونید اندازه‌شو با دست بهم نشون بدید؟ بله انقدر. خب ببینید جناب، انقدر که طبیعیه، هیچ مشکلی نداره. نه خانم دکتر این سوراخو نمیگم، این یکی رو میگم. راستی میگم از چه شب پسرایی بیشتر خوشت میاد؟ پسرایی که بیخیالن و کلا چیزی براشون مهم نیست. الو جانم. چی؟ مر؟ الان میام. عزیزم خالم مر. بشیر.